سلام اجازه بشینم بیا تو داداش. خوبی؟ قربونت. من والله برای شنبه میخواستم اینم این خواص دارویش خوبه. این دکتر رفتم گفته بره بباسیلوم خیلی خوبه. حواسی چیه داداش کسخل کردیم ما رو. نه آجی برو من منتظر زیدم. نه میخوام اینم این پاشو برو. نه یه دقیقه گوش الان دختر میاد. این شنبه میخوام اینم ببینه با رفیقام داستان میشه. الان نمیتونم بهش توضیح بدم رفیقام اینجا. میخوام اینم خواص دارویش چجوریه میگن انقدره. چی انقدره داداش؟ خواص دارویش شنبه داداش میگم الان زیدم میاد میبینه اینجا میگه بهش گفتم با رفیقم نیستم. پاشو برو. حالا بگو شنبه اونم یا میپرسیم ببینیم انقدره یا انقدره. شنبه واسه چی میخوای؟ برات بواسیلو میخوام شیافش کنم. کسخلی داداش. پاشو برو. شروع مخفی چرا جدی میگیری مشتی؟ یه بای نشون بده.